سلام و درودی به پایان به همه شما مخلصای شبکه مالبازار مسجد. دوستان عزیز ما، شما میخواهید که صاحب مال خوب شوید، حتما و حتما به کانال مالبازار مسجد پادپیس کنید تا اینکه همخه مال های الیت سوپر را در کانال ما خریداری کنید. دوستان اینستاگرام، تیک تاک، یوتیوب همه‌اش دوستان با نام مالبازار مسجد است. نوار امروزه ما 4 سر برای فروشی آچه بچه. هر دین برچه ها ماده اینمی آچهش دویم یا سیم زویش است. هر دو بچهش ماده، ذاتش دوگانک زا. خوردن سلامتی مولا همش انشالله خوب است، اینی حال کم بودی ندارن. اینمی برش نرکه نه آچهش تراشه دیگه. هر دو یا میام آچه بچه یکم زویش است. اینمینش یکم زویش است، کمبودی ندارد. نو چاری شدگی خدا خواهد کسی گیرد تربیه کند بچهش خوشقارواری میشد انشاءالله. دوستو لایک کامنتاری خوبه فراموش نکنید. این همه سالق گیگانت پشمینی که میبینید، سالق گیگانت الیتا، این خراب باشه. این همین هست آچه و بچه ماده است. من هر دمی یام بیان آچه بچه سیوم یا که چهارم زویش است. من برچهش قشقارچه الیته به فکرم 1.5 ماه شد یا 1 ماه شد هم خیش یا زیادتر شده باشد. دست پار بینید، ستویکره بینید دوستا. نرخش جدا میگم، نرخ این جدا دوستا برادرها 7500 سامان و دوگانیکش 8500. این همی هر دین آچه بچه باشد. من برش ماده این همی آچهش چهارم یا که پنجم زایش نرخ این 4500 سامان. کسی میگیرد مرحمت دوستو، شانس رو از دست ندهید. انشالله که کسی گیرد تربیه کند برکتی خوب می آورد دوستو. و دوگانی گفتیم 8500 سامان. این این فربی 7500 سامان. بای خراب 4500. همه کسی گیرد اینش آچه بچهش خوشقارچه اینش 8000 سامان. کسی که میگیرد همشه با انشالله یک نرخی دست رس کرده، خدا خواهد دست صف کرده به منزلتان میرسانیم. فرق نداره شما در دوشنبه هستید، در کولاب هستید، در کجایی که باشید نباشید، انشالله که دست صف کرده با امر خداوند به منزلتان میرسانیم. لایک کامنتاری را فراموش نکنید. این بود معلومات آید به 4 سر سالقهای فروشی. کسی که همشه گیرد 26000 سامان باز معامله دارد. هر چارش جدا اگر جمع کنیم 28000 میشه. اگر اپتم کسی گیرد 26000 سامان کمتون سودا میشد. باقی در امان خدا باشید. به همه شما برای کار همه تام مال خوب به صفت نصیب کند. خداحافظ.